داداش عزیزم یه حرفی گفت تو روزه تو ذهن من مونده، نه فقط امام سجاد لبهاش رو رگای بابا گذاشت، گفت بابا کی رگا تو برید، نه فقط خودشه، نه شعر میخواد نه چیزی میخواد، فقط همین یه جمله. زدن مادرتان را 40 نفر یک بار، ولی 40 منزل 100 نفر زدن مرا. بابا 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 صدات زدم نفس آخر، خیلی 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 زدن مرا. گفتم عمه بابامو کجاست، خیلی 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 زدن مرا. صدات میزدم منو با عصا میزدم، صدات میزدم عمه رو با نی میزدم. ای بدنم درد میکنه اما منتظر بودم. ای سر تو شلوغ بوده اما نگاه میکردم. گفتن بابات سفره، عمه پسره کیه اینجا؟ گفتن عمو بر میگرده، پس دستا کیه اینجا؟ حسین دستا به حق خانوم 3 ساله نیت 40 به نیابت از رقیه داریم صدا بزن. حسین